به ادامه درس SQL ما شما گفتیم که در اینزرت کردن دو طریقه است که طریقه اولش در ویدیو گذشته ما شما یاد گرفتیم که چه قسم توسط اینزرت اینتو ما یک ریکارد یا هم یک ریکارد یا هم چندین ریکارد اینزرت بکنیم. میایم طریقه دومش میخوانیم. به این شکل خی دمی قسمت د سیملی میایم یا هم در زم بیاین امو دیتابیس تان انتخاب بکنین یا هم در CMD بیاین. خدمه قسمت ما MySQL منفی یو روت نوشته میکنم و منفی پی و انتر میکنم و من میگم که شو دیتابیسز به این شکل دیجا سیمی کالم از پیش مان نوشته میکنیم. دمی قسمت مکمل دیتابیس های ما آمد. خب ما میخوایم این دیتابیس تست دو را استفاده بکنم، کار بکنم سرش. خیلی دیجا ما نوشته میکنیم که یوز تستی دو. دیجا ببینید ما کدام دیتابیس انتخاب نکردم، میگه نن. خیلی یوز تست دو ما تست میگه دیتابیس چنج این تست دو رو میگه تو انتخاب کردی. خیلی ما میگم که شو تیبلز، مکمل تیبلز ها را برای ما نمایش بده. میگم که ببینید مکمل یک تیبلز دارم، یک دونه تیبل دارم در قسمت تیبل استودنت هست. ما میگم که مکمل جزئیات نمی استودنت برای من نمایش بده. خیلی میگم دسک استودنت انتر میکنیم، سیمیکالون مان سیمیکالون میتیم. ببینید مکمل استراکچرش ما برای ما آورد. ما اگر انسرت میکردیم، انسرت اینتو نوشته میکردیم، بعدا هر کالمی که ما خواسته باشم ID مثلا نیم یا هم اف نیم به ترتیب مهم نیست. در قسمت نیم مثلا جندر و مثلا یا جندر مثلا تعیین نمی کنم، فیم مثلا تعیین میکنم و والیوس میدادیم، والیوس به شکل. و در قسمت به هر کدام مثلا ID است به نوبت تموتو به ترتیب تعیین میکردیم. ID مثلا 21 مثلا باشه، افنیمش خان باشه و نامش مثلا ببین به ترتیب باز نوشته میکردیم احمد. و ما ایرا کمی سفره طرف کش بکنم احمد کام دیگه فیس داریم، فیسش مثلا نوشته میکنم 200 و قوس بسته میکردیم، انتر میکردیم. خودمی قسمت میگه می کیوری تو چک بکو. دمی قسمت میایم ببین به این شکل ما کار میکردیم. ما دمی قسمت میایم خیلی پس آروکی بالا، یعنی بطن بالا رو فشار دادم، پس او رو برای من نوشته شد. خب میبینیم که مشکل در کجاست. insert into نام جدول من نوشته نکردم. insert into بعدا نام جدول ما خیلی نام جدول ما student و انتر میکنه، میگه one row inserted. حالا ما میگم که select all from student انتر بکنه. ببینید نمو ریکارد آخری رو ما انسرت کردیم به شکلی آمد. خب این طریقه اول شما یاد گرفته بودین. حالا ما میخوایم با طریقه دوم اینا رو براتون انسرت بکنم. طریقه دومی قسم است که انسرت اینتو نوشته میکردیم، بعدا نام جدول ما تا این قسمت یکسان است، بعدا نام کالم نوشته میکنیم که ID نیم به شکل ما شما نوشته میکردیم اف نیم. ولی طریقه دومی قسم است که میگه نام کالم ها را هیچ نوشته نکو، اتومات والیوس نوشته بکو. میگه اتومات چی نوشته بکو؟ والیوس. بعدا بینمی کالمایتان به ترتیب قیمت بدین. مثلا اول ID داریم، نیم داریم، اف نیم، جندر به شکل نوشته بکو. مثلا ID ما باشه 50، نام باشه نام باشه مثلا کریم، کامل اف نیمش باشه مثلا خان و مثلا جندرش باشه که میل و به شکل فیسش باشه 1000 و آردیتش باشه 2025 مثلا یک و قوس بسته میکنیم. یعنی طریقه دومی قسم است که ما ضرور نیست کالم نامای کالم نوشته کنیم، ولی والیو را به همه کالم ما اضافه میکنیم. به شکل به ترتیب اینا ما انسرت میکنیم و دمی قسم است که کالم و انتر بگویم. ببین برای ما وان رو انسرتد. ببینین این طریقه دومی قسم است که انسرت اینتو استودنت نام کالم نوشته نمیکنیم، مستقیما والیوز
به هر کالم به ترتیب به قسم ما والیو تعیین میکنیم. حالا اگر بگویم که select all from student انتر بکنم به شکل برای ما دمی قسمت او انتر شده باشه. کریم ببینید آخر ما انزرت کردیم مکمل برای ما انزرت شد. یعنی طریقه دومی قسم است. دمیجم کار میکنیم و میگیم که insert into نام جدول ما student است. ضرور نیست نام کالم ها رو نوشته بکنیم، اتومات قیمت میتیم. ایدیش باشه مثلا 51، نامش باشه مثلا احمد، دیگه نام پدرش احمد نمیتونیم مثلا احمد جان تعیین میکنیم و دمیخ نام پدرش باشه که راشد و کاما اف نیمش تعیین کردیم. دیگه نوبت جندر است، جندرش مثلا تعیین میکنیم که میل و دیگه فیسش باشه 200، آر دیتش باشه مثلا 2023 مثلا 1 و امی قوس ما پس بسته میکنیم و دمی قسمت میایم ایره اجرا میکنیم. یعنی ضرور نیست که ما نامای کالم نوشته بکنیم، ولی به ترتیب به هر کدامشه ما قیمت تعیین میکنیم. خب بالا میریم. دمی قسمت مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که بعد از ای والیو اصلی قیمت ها از کلمه والیو سمرش ذکر میکنیم. به شکل اگر ما بیایم اجرا بکنم ببینین این برای ما انزرت میشه، میگوان رو انزرتد. یعنی طریقه دومی قسم است که ما insert into student کلمه والیو ذکر میکنیم، به ترتیب به هر کالم ما قیمت تعیین میکنیم. یعنی فرقش با طریقه اولی قسم است که دوجه ما نام کالم ذکر میکردیم ولی دیجه نام کالم ذکر نمیکنیم، مستقیما با اونا قیمت میدیم.